وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الرجال. اون کسانی که میگویند شاگردان امام ابو حنیفه درباری بوده اند، از این لحاظ میگویند که امام محمد ابن حسن الشیبانی که یکی از شاگردان بسیار نزدیک امام ابو حنیفه بوده، ایشون قاضی بود در زمان هارون الرشید که هارون الرشید یکی از خلفای بسیار محترم عباسی بود و یعنی هم قاضی شد، قاضی شهر رقه بود در زمان هارون الرشید و قاضی شهر ری که الان میشه شهر ری، هنوز موجود است، الان چسبیده به تهران. و این قضاوت در شهر ری وفات یافته امام محمد بن حسن شیبانی و یکی عالم بسیار بزرگواری بوده که حتی امام شافعی در مورد او مطالب قشنگی بیان می کند. به همین خاطر امام ابو یوسف مرد بزرگواری بوده و به خاطر همین میگوین که درباری بوده، ولی درباری بودنش این که مشکلی نبوده، مثلا قاضی بوده. نهایتا درسته امام ابو حنیفه خودش حاضر نبود، او را میخواستن قاضی القضات بغداد کنند و در بغداد قاضی بشه، اما قبول نکرد و امام شافعی قبول نکرد، بسیاری از اهل علم قبول نکردن، اما امام محمد ابن حسن شیبانی قبول کرد و قاضی شد، ولی به کسی ظلم نکرد، یعنی قضاوت نادرستی هرگز انجام نداده است. امام شافعی میفرماید سمعت أنه قال أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير. میگه من از محمد بن حسن شیبانی بار یک شتر علم دریافت کرده ام و ما رأيت رجلا سمينا أخف روحا منه وكان روحا كله وكان يملأ القلب والعين. میگه من هیچ مرد چاقی ندیده ام اینقدر روح سبکی داشته باشد و یعنی سبک روح و خوش قلب باشد و اصلا باید بگویم کلا روح بود و دل و قلب انسان را پر میکرد از محبت و چشم انسان را پر از محبت میکرد. و ابو عبید میفرماید ما رأیت اعلم بکتاب الله من محمد بن الحسن. میگه من کسی را ندیده ام داناتر به کتاب خدا باشد از محمد بن حسن شیبانی. به همین خاطر مرد بزرگواری بوده و امام محمد بن حسن شیبانی یعنی همچنان که گفتیم با امام ابو حنیفه مدت طولانی با او بوده و فقه را از ابو حنیفه گرفته، سپس از ابو یوسف که اون هم شاگرد دیگر امام ابو حنیفه بوده و از امام مالک موطا را از امام مالک روایت می کند، یعنی 3 سال از علم و دانش را از امام مالک دریافت کرده و از امام ثوری و از عمرو بن دینار و از دیگران. و ابو عبید و یحیی بن معین و ابو سلیمان جوزجانی و معلی بن منصور، همه اینا از او علم دریافت کردن. یحیی بن معین یکی از متشددترین علمای جرح و تعدیل است که شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی بوده. در نتیجه یعنی این که گفته می شود اینها درباری بوده اند، بله اینا به عنوان این که قاضی بوده اند و چون در واقع به وسیله آنها مذهب امام ابو حنیفه دیگه به عنوان مثل این که یک مذهب رسمی در عصر خلفای عباسی و حتی دیگر خلفا وجود داشته و حتی در عصر پادشاهان عثمانی هم به همون فقه امام ابو حنیفه عمل می شده. در نتیجه این حرف باطلیه، هرچند علما در مورد امام محمد بن حسن شیبانی از لحاظ حدیث بعضی آن را یعنی میگویند امام نسائی و غیر امام نسائی محمد بن حسن شیبانی را
گفتن از لحاظ حفظ ضعیف است. وعلماء میگوین وكان من بحول العلم والفقه قويا في مالك. این از دریای علم و فقه است. اگر روایت از امام مالک کند، از امام مالک قوی است. به همین خاطر موطای امام مالک را روایت نموده، یعنی که از راویان موطای امام مالک محمد بن حسن شیبانی است. و خود امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت تیمی، ابو حنیفه کوفی که فقیه اهل عراق است و بعضی میگویند از ابناء فارس است که این قوی تر است. امام ترمذی و امام نسائی از امام ابو حنیفه حدیث روایت کرده اند و یک فقیه مشهوری است. اما اگر مثلا نگاه میکنیم به تلاميذ امام ابو حنیفه، یعنی اونایی که از ابو حنیفه علم دریافت کرده اند خیلی زیاد هستند. یعنی ما مثلا حساب کنیم شمارش این افراد مثلا خیلی زیادن، یعنی تعداد زیادی. کدوم یک از اینا مثلا درباری بودند؟ ابراهیم بن طهمان، ابيض بن اغر بن صباح منقري، اسباط بن محمد قرشي، اسحاق بن يوسف ازرق، اسد بن عمرو بجلي، القاضي اسماعيل بن يحيى الصيرفي، ايوب بن هاني الجعفي، جارود بن يزيد النيشابوري، جعفر بن عون، حارس بن نبهان، حبان بن علي بن عنزي، حسن بن زياد اللؤلؤي، حسن بن فرات قزاز، حسن بن عطية عوفي، حسين بن حسن، حفص بن عبد الرحمن البلخي كقاضي بوده، حكام بن سلم الرازي، أبو مطيع حكم بن عبد الله البلخي، حماد بن أبي حنيفة فرزند خودش است، حمزه فرزند حبیب الزیات، خارجه بن مصعب سرخسی، داود بن نصر طائي، ابو هزيل زفر بن هزيل التميمي، زيد بن حباب عكلي، سابق الرقي، سعد بن الصلت قاضي شیراز بوده، سعيد بن ابي جهم قابوسي، سعيد بن سلام بن ابي هيفاء عطار بصري، مسلم بن سالم البلخي، سليمان بن عمرو النخعي، سهل بن مزاحم، شعيب بن إسحاق الدمشقي، صباح بن محمد بن محارب، صلت بن حجاج الكوفي، أبو عاصم ضحاك بن مخلد، عامر بن فرات النسوي، عائز بن حبيب، عباد بن عوام، عبد الله بن المبارك يكي أشاقداني أبوده، عبد الله بن يزيد المقري، أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن حماني كإمام الترمذي أزو حديث روايات كذا، عبد الرزاق بن همام، عبد العزيز بن خالد الترمذي، عبد الكريم بن محمد الجرجاني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد، عبد الوارث بن سعيد، عبيد الله بن زبير القرشي، عبيد الله بن عمرو الرقي، عبيد الله بن موسى، عتاب بن محمد بن شوذب، علي بن ظبيان كوفي، علي بن عاصم واسطي، علي بن مسهر، عمرو بن محمد عنقزي، أبو قطن عمرو بن هيثم قطعي، عيسى بن يونس كإن يكي إمام النسائي أزش حديث روايات كذا، أبو نعيم فضل بن دكين، فضل بن موسى السناني، قاسم بن حكم عرني، قاسم بن معني مسعودي، قيس بن ربيع، محمد بن أبان عنبري كوفي، محمد بن بشر عبدي، محمد بن حسن بن آتش الصنعاني، محمد بن حسن الشيباني، محمد بن خالد الوهبي، محمد بن عبد الله أنصاري، محمد بن فضل بن عطية، محمد بن قاسم أسدي، محمد بن مسروق كوفي، محمد بن يزيد واسطي، مروان بن سالم، مصعب بن مقدام، معافية بن عمران الموصلي، مكي بن إبراهيم البلخي، أبو سهل نصر بن عبد الكريم البلخي معروف بالصيقل، نصر بن عبد الله عتكي، أبو غالب نصر بن عبد الله أزدي، نضر بن محمد مروزي،
نعمان بن عبد السلام أصفهاني، نوح بن دراج قاضي، أبو عصمة، نوح بن أبي مريم، هشيم بن بشير، هوذي بن خليفة، هياج بن بسطام، هياج بن بسطام برجمي، وكيع بن جراح كأستاذ إمام الشافعي هم بودا، يحيى بن أيوب المصري، يحيى بن نصر بن حاجب، يحيى بن يمان، يزيد بن زريع، يزيد بن هارون، يونس بن بكير الشيباني، أبو إسحاق فزاري، أبو حمزة سكري، أبو سعد الصاغاني، أبو شهاب حناط، أبو مقتل السمرقندي، قاضي أبو يوسف كأبو يوسف هم قاضي بودا، يعني هم محمد بن حسن الشيباني هم أبو يوسف إنا أس قضات بودا أند تنها این دوتا یعنی درمیان این همه که ما نام آوردیم تنها اینا اشاره میکنه کسی که در ذهنشون است قطعا منظورشون امام ابو یوسف هست و محمد بن حسن الشیبانی که قاضی بودند و وجود قاضی بودنشون که وقتی که ظلمی نکرده باشند قضاوت ناحقی نکرده باشند چه اشکالی دارد. این یکی. به اضافه اینها که گفتم 9 تای دیگر از علما بكير بن معروف أسدي، حماد بن دليل مدائني که اینم قاضی مدائن بوده. بكير بن معروف أسدي اون هم قاضی نیسابور بوده سپس در دمشق. داود بن الزبرقان الرقاشي، أبو عمرو این هم نزب أهل بغداد. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ربه الشيباني يشكري إلى آخره. عفان بن يسار باهلي که این هم قاضی بوده. ابو سعید جرجانی قاضی جرجان هم بوده. یعنی زیاد این همه علما. قریش بن حیان عجلی، ابو بکر بصری، محمد بن وهاب قناد السكري، ابو يحيى كوفي، محمد بن يعلى السلمي، ابو علي كوفي كمعروف از بزنبول. نضر بن زراره بن عبد الأكرم الذهلي كمعروف از ابو الحسن كوفي و مقیم بلخ بوده. یعنی اینها شاگردان امام ابو حنیفه بودن. کدوم هاشون مثلا اینها درباری بودن؟ درباری به معنی این که اینا درمیان اینها قضاتی وجود داشته؟ بله، ولی قاضی بودن که دلیل بر بد بودن اون شخص نیست. درسته تعدادی از اهل علم قبول نکرده اند مثلا قاضی باشند، اما خود ابو حنیفه قبول نکرد که قاضی باشد، اما تعدادی هم که قبول کردن که ظلمی نکردند. مثلا در زمان امام هنگامی که محمد بن حسن الشیبانی قاضی بود، امام شافعی گرفتنش به اتهام این که در صدد است برای از بین بردن حکومت مثلا بنی عباس و اینها و برای خودشون، که امام ابو حسن الشیبانی کسی بود از او دفاع کرد و بالاخره نهایتا نجات یافت. در نتیجه این حرفای معقولی نیست و این همه علمایی که شاگردانی که امام ابو حنیفه داشته و از او علم دریافت کرده اند دیگه دیدی تعدادشون چقدر زیاد بود.